الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه پیرامون احکام الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه پیرامون احکام و فضائل روز جمعه با شما سروران سخن خواهیم گفت. سنت الله متعال چنین است که بعضی مخلوقات خودش رو بر بعض دیگر فضیلت می‌دهد. گاهی شهری را، مکانی را یا روزی را، زمانی را می‌بینید که بر سایر روزها و اماکن فضیلت و برتری می‌دهد. در میان همه شهرهای دنیا شهر مکه رو خداوند متعال به دلیل اینکه کعبه معظمه در این شهر هست عزت و شرافت و فضیلت داده است. در میان ماه‌ها ماه محرم الحرام را یا ماه‌های حج را، ماه‌های حرام را الله متعال فضیلت داده است. در میان روزها روز عرفه را و دهه ذوالحجه را فضیلت داده است. و بعد از روز عرفه یا دهه ذوالحجه یکی از بهترین و فضیلترین روزها روز جمعه است. در این باره حدیث ابو لبابه بدری رضی الله عنه که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سید الایام یوم الجمعه، سرور و سردار همه روزها روز جمعه است و اعظمها عند الله و بزرگترین روزها در نزد الله متعال و اعظم عند الله من یوم الفطر و من یوم الاضحى. سبحان الله. حتی روز جمعه از روز عید فطر و عید اضحی در نزد الله متعال برتر و بهتر است. و فیه خمس خلال، الله متعال در این روز 5 صفت گذاشته که در دیگر روزها نیست. خلق الله عز وجل فیه آدم علیه السلام، حضرت آدم علیه السلام را الله متعال در این روز یعنی در روز جمعه آفریده است. و اهبط الله تعالی فیه آدم الی الارض، حضرت آدم علیه السلام را الله متعال در روز جمعه از آسمان به زمین فرود آورده است. و فیه توفی الله تعالی آدم، در این روز حضرت آدم علیه السلام را میرانده است. و فیه ساعة لا یسأل العبد فیها شیئا الا آتاه الله تعالی ایاه، در روز جمعه یک ساعت یا یک لحظه، ساعت به اصطلاح شرعی یعنی مقداری از وقت، یک بخشی از وقت، یک ساعتی است که انسان هر دعایی در اون وقت بکند الله تعالی آن را میپذیرد و اون را طوری که در جاهای دیگر آمده است وقت میگن علما که وقت عصر است. و فیه تقوم الساعه، در روز جمعه است که قیامت برپای می شود. ما من ملک مقرب، هیچ فرشته مقربی نیست، ولا سماء ولا ارض، هیچ آسمان و هیچ زمینی نیست، ولا ریاح ولا جبال، هیچ باد و هیچ کوهی نیست، ولا بحر و نه حتی دریایی، الا هن یشفقن من یوم الجمعه، مگر اینکه همه اینها از روز جمعه و از عظمت روز جمعه میترسن. آره، پس روز جمعه یکی از بهترین و با فضیلت ترین روزهایی است که الله متعال آن را آفریده و پیدا کرده است. این روایت از احمد و امام احمد و ابن ماجه نقل شده است و اسنادش اسناد
جید است، یعنی صحیح است. در حدیث دیگری هست پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند درباره روز جمعه که خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه، بهترین روزی که در آن آفتاب طلوع کرده است روز جمعه است. بهترین روزی که آفتاب در آن طلوع کرده روز جمعه است. فیه خلق الله آدم، در آن روز آدم علیه السلام پیدا شده است و خداوند ایشان را آفریده است. و فیه ادخل الله و فیه ادخل الجنه، در این روز وارد بهشت شده است. و فیه اخرج منها، در همین روز از بهشت خارج شده است. ولا تقوم الساعه الا فی یوم الجمعه، قیامت برپا نخواهد شد مگر در روز جمعه. این روایت هم در صحیح مسلم، در سنن ابو داود و سنن نسائی و ترمذی هم آمده است. آری امتهای قبل از ما، یعنی قبل از امت اسلامی و قبل از امت پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم، امت حضرت عیسی و امت حضرت موسی بودند. یهود روز شنبه و نصارا روز یک شنبه برای اونها مثل روز جمعه برای ما بود، همچنین دارای فضیلت بود. ولی چون که اونها اختلاف کردند این فضیلت از اونها گرفته شد. ولی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را خداوند این فضیلت را به اونها عنایت کرد و روز جمعه را روز عید مسلمان ها قرار داد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در حدیثی می‌فرمایند نحن الاخرون السابقون یوم القیامه، ما امتی هستیم که آخر از همه، آخرتر از همه آمده ایم، یعنی امت پیامبر صلی الله علیه و سلم آخرین امت است، پیش از ایشون سایر امت ها مبعوث شدند. ولی پیامبر فرمودند السابقون یوم القیامه، ما از همه امت ها سبقت خواهیم گرفت در روز قیامت. بید انهم اوتوا الکتاب من قبلنا، فرقی که هست این است که اونها پیش از ما به اونها کتاب داده شد. ثم هذا یومهم الذی فرض علیهم فاختلفوا فیه، همین روزی که برای اونها هم یک روزی با فضیلت بود، وقتی که به اونها این روز با فضیلت داده شد اونها در اون اختلاف کردند. فهدانا الله، ما را خداوند توفیق داد و هدایت کرد که این روز برای ما به عنوان یک روز برتر و فضیل باقی ماند. آری در روز جمعه چندین عبادت انجام می شود که یک عبادت کلی و اساسی هست، یعنی نماز جمعه، که نماز جمعه طبق آیه کریمه که در سوره جمعه هست، نماز روز جمعه فرض است یا واجب است اصطلاحاً. چندین عبادت دیگر یا سنن و آداب دیگری هست که تابع روز جمعه است، یعنی در روز جمعه پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم غسل می‌کردند، در روز جمعه لباس تمیز می‌پوشیدند، در روز جمعه پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم ناخن‌هایشون رو می‌گرفتند، به خودشون عطر می‌زدند. مثل این که در روز عید چگونه برای روز عید ما آمادگی می‌گیریم، همین آمادگی را پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم برای روز جمعه می‌گرفتند. بنابراین روز جمعه با توجه به اینکه نماز جمعه در این روز خوانده می‌شود و با توجه نماز جمعه مثل نماز عید یک نماز مخصوصی است که فقط در روز جمعه خوانده می‌شود و همه اون آدابی که باید در نمازهای عید رعایت شود در نماز جمعه رعایت می‌شود، از نظافت و تمیز و اینا. لذا فضیلت روز جمعه یک فضیلت فوق‌العاده و اختصاصی هست. چه کسانی باید نماز جمعه بخوانند؟ خب هر مکلف، هر مرد مکلف، مرد مسلمان مکلف نماز جمعه میخواند، ولی بر زنان نماز جمعه واجب نیست، بر مسافر نماز جمعه واجب نیست، بر مریض نماز جمعه واجب نیست، بر بچه نابالغ و غیر مکلف نماز جمعه واجب نیست. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الجمعه حق واجب علی کل مسلم فی جماعه، هر مسلمانی باید نماز جمعه را در جماعت ادا بکند، الا اربعه، مگر 4 صنف هستند که اینها
نماز جمعه برای اونها واجب نیست. عبد مملوک، اول کسی که مملوک است، غلام کسی دیگری است، از خودش اختیار ندارد، آزادی ندارد. یا امرأتون، زن که بر زن نماز جمعه واجب نیست، همچنان که نماز جماعت واجب نیست، نمازش باید در خانه بخونه. او صبی، یا بچه‌ای که غیر مکلف هست، کوچک است. او مریض، یا کسی که مریض باشد، بر مریض هم نماز جمعه واجب نیست. درباره ساعت اجابتی که در روز جمعه هست، پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فی الجمعه ان فی الجمعه ساعه لا یوافقها عبد مسلم یسأل الله عز وجل فیها خیرا الا اعطاه ایاه و هی بعد العصر. در روز جمعه یک ساعتی هست، یک وقتی هست که در اون وقت هر کس هر چه از الله متعال بخواهد، خداوند متعال به او عنایت خواهد فرمود و اون وقت عصر است. آری، از اوس ابن اوس رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند من افضل ایامکم یوم الجمعه، از بهترین روزهای شما روز جمعه است. و شبیه حدیث قبلی است که فیه خلق آدم و فیه قبض، در همین روز حضرت آدم علیه السلام آفریده شده است، در همین روز قبض روح شده است و از دنیا رفته است. فإن صلاتکم مفروضة علیه، در این حدیث و فیه صعقه فاکثروا علی من الصلاة فیه، در روز جمعه درود و سلام بر من زیاد بفرستید. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند که در روز جمعه درود و سلام بر من زیاد بفرستید. فإن صلاتکم معروضة علی، درود و سلامی که شما بر من میفرستید به من عرضه می شود. خب کسانی که واقعا اهل ایمان و اهل تقوا هستند به دنبال این هستند که باید هر عمل خیری و هر عمل نیکی که ثواب دارد و انسان توفیق میتواند توفیق بیابد و انجام بدهد و از اون عقب نماند. یکی از بهترین کارهایی که در روز جمعه می شود انجام داد خواندن سوره کهف است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من قرأ سوره الکهف فی یوم الجمعه، کسی که سوره کهف را در روز جمعه بخواند اضاء له من النور ما بین الجمعتین، این سوره کهف به وسیله این سوره کهف یک نوری روشن خواهد شد برای این بنده مؤمن که در جمعه دیگر این فاصله را برای او نورانی خواهد کرد. امیدوارم که خداوند متعال به من و شما توفیق عنایت بکند و بتوانیم تمام اعمالی که ثواب دارد و تمام اعمالی که فضیلت دارد انجام بدهیم، به خصوص اعمال روز جمعه که هر مسلمان روز جمعه طبعا به نماز جمعه می رود و نماز جمعه را می خواند، اما با این آداب و با این فضائل بخواند. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند علی کل مسلم الغسل یوم الجمعه و یلبس من صالح ثیابه، هر مسلمان باید در روز جمعه غسل بکند و بهترین لباسی که ممکن است بپوشد. و آخرین مطلبی که در این باره عرض میکنم این است که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند که من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه لو راح، کسی که در روز جمعه غسل بکند مثل اینکه برای جنابت غسل میکند، یعنی همینطور خودش را تمیز بکند، و لو راح فکأنما قرب بدنه، مثل این است که شتری قربانی کرده است، در راه خدا تقدیم کرده است، یعنی زود غسل بکند و برود. و من راح فی الساعه الثانیه، کسی که بعد از اون یعنی کمی دیرتر برود، فکأنما قرب بقره، گویا گاوی قربانی کرده است. و من راح فی الساعه الثالثه، کسی که کم از اون دیرتر حرکت بکند، فکأنما قرب کبشا اقرا، گویا پوچی قربانی کرده است. و من راح فی الساعه الرابعه فکأنما قرب دجاجه، کسی که دیرتر حرکت کند گویا مرغی در راه خدا داده است. و من راح فی الساعه الخامسه فکأنما قرب بیضه، کسی که خیلی تنبلی بکند و دیر حرکت بکند گویا یک تخم مرغی در راه خدا داده است. فاذا خرج الامام حضرت الملائکه یستمعون الذکر، وقتی که امام بلند شد برای خطبه رفت سر منبر، اون وقتی که اگر کسی برسد دیگر هیچ چیزی دستگیرش نمیشه جز اینکه فرضش ادا میشه، یعنی نماز فرض جمعه رو که ادا میکند دیگه ادا میشود، اما اون اجر و پاداش فوق العاده ای که خداوند متعال در روز جمعه برای مسلمانی عنایت میکند دیگر به اون عنایت نمیشود. چرا؟ چون فرشته ای که مکلف است که
ثواب بنویسد دیگه مشغول شنیدن خطبه میشود و وقتی ندارد که برای این ثواب بنویسد. امیدوارم که خداوند متعال همه من و شما را جزو بندگان نیک خودش بگرداند، کسانی که همه اعمال را با احتساب، یعنی با در نظر داشت اجر و پاداشی که الله متعال عنایت می‌فرماید انجام میدهند و به ما اخلاص عنایت بکند و ما را جزو بندگان نیکش بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.